میلی پوشان فوتسال افغانستان امروز در دومین دیدار به مصاف کویت می رود. افغانستان و کویت امروز سه‌شنبه 13 سنبله ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل به مصاف هم می روند و تیم کویت نخستین بازیش را 2-3 به تیم گواتمالا باخته است و گواتمالا مقابل شاگردان مجید مرتضایی شکست خورد. میلی پوشان فوتسال کشور دیروز دوشنبه 12 سنبله در نخستین دیدار در مسابقات فوتسال جام کانتیننتال 2024 تایلند با نتیجه 5-4 تیم گواتمالا را شکست داد و در این مسابقه 3 امتیازی شد. حمیدرضا حسینی، فرزاد محمودی، رضا حسینپور و اکبر کاظمی برای افغانستان به دروازه گواتمالا گلزنی کردند. مسابقات جام کانتیننتال با اشتراک افغانستان و تیم‌های تایلند، گواتمالا، کویت و نیوزلند از 10 تا 16 سنبله در تایلند برگزار می شود.